یه حس درد توی سینه دارم، پرم از خشم و کینه واسه مردمم ایرانم، پر فریاد واسه دختر بیروسری که کشته میشه، واسه سرهای روی دار و خونهایی که ریخته میشه، واسه امیدهای خاموش و مرزنشینای کرد و بلوچم، سنگینی مرگ مهسا هنوز مونده روی دوشم. من میلاد آزادپور هستم، ایلام به دنیا اومدم و از 4 سالگی بندرعباس بزرگ شدم. 12 سال کار موسیقی میکنم، گیتار الکتریک و ستار. 3 سال به سوئد اومدم و ملودیای اذان، ملودیای نوحه ها رو من تنظیم متال یا راک میکردم میزدم. خب خیلی مخالف بود، خطرناک شد واسم و مجبور شدم که از ایران خارج بشم. این رو پرده هایی که من اضافه کردم، این فرت هایی که روی گیتار الکتریک اضافه شده، هموناییه که میشه باش موسیقی دستگاهی ایرانو آدم بزنه، که من باش ملودی های مذهبی رو میزدم. یک تیکه برای شروع از الله اکبر اول اذان میزنم واسه تون. همراه با جنبش زن زندگی آزادی، اعتراضای منم یکم، موسیقی منم یکم یک سوی خاصی گرفت که در خدمت انقلاب زن زندگی آزادی باشه. یادمه که با قتل مهسا ژینا امینی یک کلیپ فقط برای مهسا ساختم و ادامه پیدا کرد. هر تجمع اعتراضی بود من میرفتم به صورت زنده اجرا میکردم توی استکهلم و بعد اعدامایی که اتفاق می افتاد یا جنایتی می شد، من برای هر کدومشون یک موسیقی می ساختم. ما می جنگیم برای یه تغییر حتمی،